پس از قتل بی‌رحمانه اسکندر خطلانی، شاعر شناخته و خبرنگار رادیوی آزادی در مسکو در سال 2000، محمد رحیم سیدر، نویسنده و خبرنگار دیگری تاجیک برای کار در رادیو به جای او آمد. به خبر از آن که پس از 10 سال دیگر مثل اسکندر خطلانی در آن ملک غریبی جان می‌دهد و تربت سردش به وطن برمیگردد. تا آنکه محمد رحیم سیدر به رادیوی آزادی در مسکو به کار بیاید، چندین سال بود در روسیه رنج غریبی می‌کشید تا لقمه نان برای خود و خانواده‌اش پیدا کند. ما در همون روزهای سخت غریبی و غربت بیگناهی ما همراه بودیم در مسکو و من می‌دیدم که بسیار 24 ساعت کار می‌کرد برای یک آدمی به هنری به معرفت. نمیدونم چی می‌گرفت برای که می‌خواست عائله‌اش تامین کند، اما در اینجا امکان نداشت، خطر داشت. محمد رحیم سیدر را آتش جنگ شهروندی سالهای 90 به غربت یک عمری به روسیه کشاند. جنگ خانوادگی تاجیکان سبب فرار هزاران نفر از زادگان رشت و بدخشان شد. آن هم در حالی که شخصانی مثل محمد رحیم در خدمت ملت و فرهنگ بودند. از جمله اولین های بود که مسئله با زبان تاجیکی دادن مقام دولتی صدا بلند کرده بود. من یادم است در آخرهای سال 1980 دهه 80 بود که یک مقاله خیلی جالب آقای سیدر با عدش ایستاد درباره بازگشت و خط نیاگون. این یک چیز در اون زمان یک تحولات بود. محمد رحیم سیدر بر اضافه کار خبرنگاری در سالهای 80 همراه با چند نفر نویسندگان جوان همچون ادیبان تازه‌گو وارد ادبیات تاجیک شده بودند. قصه و حکایه‌های سیدر قالب شکنی در نثر آن زمان داشت. حکایه‌هایی که سیدر مثلا درباره حیات مردم دیهات می‌نویست که مثلا هم موجز بیانیش، هم زبانش و هم مثلا در انتخاب موضوع و فراگرفتنی همین موضوع بسیار هم خوب بود و میتونم گفت که امروز ادیبان جوانی ما آنهایی که مثلا میخواهند حکایه نویسند از محمد رحیم سیدر بسیار چیزا رو آموزند. اما ایجادیات محمد رحیم سیدر تا زمان فوتش به شکل کتاب جمع آوری و نشر نشده بود. به قول گروهسار، محمد رحیم سیدر یگانه نویسنده بود که به نشر کتابش به عضویت اتفاق نویسندگان پذیرفته شد. رادیوی آزادی پس از مرگ مجموعه قصه و حکایه‌های او را در کتاب با نام گهواره ناز به چاپ رساند. کتابش چاپ کنند. در یگان جای کتابش به یگان کس تحویل نکرده است. از کتاب وی بسیار چیزا مختلف ممکن. بعد یک حسن خط عجایب داشت. حسن خط به معنای نوشتن. همون طرزی که مادرش افاده اندیشه کردن یاد گرفته بود از مادرش، همون طرزی که همون مردم ده با سخناشون بستان گفتگو میکردن، همون طرز ادیبانه در ادبیات وارد کرد. بسیار چیز گفته نتونست، عمرش کوتاه بود. فاجعه بسیار دراز بود عمر اون کوتاه. خانواده محمد رحیم سیدر تصمیم دارند که این کتاب را با تعداد بیشتر بازنشر کنند. خانواده‌ای که مشکلی و فراق را با محمد رحیم سیدر تحمل و پشت سر کردند. او که با خانم شهری ازدواج کرد، همسرش راضی شد و با او به دهه در وادی رشت رفت. سختی های بیخانگی و اجاره نشینی را به هم دیدند، اما از کار ایجاد لحظه هم دور نشدند تا اینکه آینده 3 فرزندشان روشن باشد. و همین که من نامزد علم شدم، بیشتر از من محمد رحیم همین چیزا میخواست. بسیار میخواست که من حمایت کنم، نامزد علم شوم و در برابر آن که خودش ایجاد میکرد با من هم امکانیت فراهم می آورد و میگفت که مثلا این بیگاه این میز از آن تو 6 تا کار میکنی و پگاه من 6 تا کار میکنم. ما یک خانگی در یک حجرگی اجاره میشستیم. مریضی دیابت قند که سالها محمد رحیم سیدر را اذیت میداد، عاقبت کار خود را کرد و 3 ینوری سال 2011 در سن 58 سالگی در غریبی در یکی از بیمارستان‌های شهر توله روسیه فوتید. حالا در زادگاهش ناحیه رشت مکتبی را که تحصیل کرده بود به نام محمد رحیم سیدر گذاشتند. این نخستین واکنش رسمی پکین به بسته شدن کلانترین بازار کالای چینی در روسیه است.